برادرایی که مطابق به آیه که تلاوت کردم واقعا که زحمات جنگ، خستگی‌های جنگ، طولانی شدن از این مبارزه در تعهدی که بسته بودن در تعهد زیاد تغییر ناورده و همی که امروز میبینم که تعدادی از قماندان صاحبان در اینجا جمع هستند خود نشان دهنده یک بار دیگر تعهد شما به اسلام است و تعهد شما به خدایی که بسته بودید و جای افتخار است که با همچو برادرای در این شب مبارک ما ملاقات دارم و صحبت دارم و با استفاده از این فرصت درود فراوان میفرستیم بر ارواح پاک همه شهدای انقلاب اسلامی افغانستان، بخصوص شهدایی که طی 2 سال اخیر برادرایی که شهید شدند در رأس برادرایی چون قاضی سید کمال الدین که واقعا مجاهد نمونه و برجسته بود، قماندان صاحب عبدالحکیم و تعداد دیگه از برادران. از خدا دعا میکنیم در خدمت به حضور پروردگار که پروردگارا همه شهدای ما را خودت مغفور بگردان، همه شهدا را در جوار رحمت خود داشته باش و این برادرایی که خاص از سبب اعلای کلمت الله، از سبب محبت پروردگار، از سبب نجات مردم مسلمان افغانستان از چنگال ظلم کمونیست جان شیرین خود از دست دادن، خودان خود ریختاندن، پروردگار در روز آخرت این برادرها را در جمع شهدای بدر و احد محشور بگردن. برادرای نهایت محترم، شما در جریان هستین، در رادیو همیشه میشنوین که وضع کنونی امروز در جهان با وضعی که 10 سال قبل بوده کاملا فرق کرده. نه تنها با وضع 10 سال قبل بلکه با وضع 2 سال قبل، 1 سال قبل فرق کرده. وضعی که 1 سال پیش در جهان حاکم بود امروز او وضع وجود نداره، حالت دیگه در جهان حاکم است. هم از نقطه نظر فکری و ایدئولوژی، هم از نقطه نظر سیاسی، هم از نقطه نظر نظامی و اقتصادی، از نقطه نظرهای مختلف اگر به جهان امروزه مورد بررسی قرار بکنیم وضع موجود در سطح جهانی با وضعی که جهان در چند مدت قبل داشت تغییر یافته، حالت نوی به وجود آمده. یکی از تغییرات بسیار مشهود ازی که شما همیشه در گذشته او را شنیده بودین که در جهان 2 دپالوی دیگه بر قدرت ها 2 مرکز قدرت قوی وجود داره که شرق و یکی غرب. دیگر یکی را بلاک کپیتالیستی غرب میگفتن که ما شما میشناسیم که در رأس امریکا بود و یکی را که بلاک کمونیستایی که در شرق جمع شده بودن به سرپرستی شوروی در شرق جمع شده بودن. دیگر اون موازنه که در گذشته بود و این 2 مرکز قدرتی که در گذشته در جهان مطرح بود امروز مطرح نیست. به این معنا که دیگر در جهان امروز و در ساحه سیاسی کشوری یا امپراتوری یا مرکزی دیگر به نام جماهیر اشتراکی سوسیالیستی شوروی وجود ندارد. این مرکز بر هم خورده، پاشان شده، این امپراتوری در هم شکسته و با شکست از این امپراتوری در جهان مسئله 2 قطبی که در جهان مطرح بود، یک طرف امریکا و یک طرف روسیه، یک طرف شرق و دیگر طرف غرب بر هم خورده و چیز جدیدی به وجود آمده. و با این چیز نوی که در جهان به وجود آمده اصطلاح امروزیش میگن که فقط یک قطب باقی مانده که امریکاست و کشورهایی که در دور امریکاست و با امریکا بودن. و طبعا زمانی که یک مرکز مثل اتحاد شوروی سابقه بر هم میخوره، کشورهای آزاد میشه، حالت نوی که در او کشور رخ میده در وضع جهانی قسمه که پیشتر گفتم تغییر واضحی است که رونما میشه و این تغییر نه تنها به این سطح بوده که یک کشور به نام اتحاد شوروی از بین رفته،